از ما ایرانیان ملتی بدبختتر و بیچاره‌تر و توسری خورتر در کل عالم پیدا نمیشه. یعنی انگار توسری خورمون ملسه. دم از 2500 سال فرهنگ و هنر و علم میزنیم که هیچی نیستیم. یعنی شما برو نگاه کن، کشوری که یه پادشاهش 72,000 تا چشم در میاره، اون یکی کل خانواده حرمش را با مادر و همه رو میسوزونه، شیخ صفی. یه همچی موجوداتی، یه همچی افرادی، اصلا چی جایی از فرهنگ درش هست. شما بهترین های مثلا شاه اسماعیله با تبر تو خیابون میره تو سر مردم میزنه، اگه نگی مرگ بر عمر، نمیدونم لعنت به عمر نکنی. اینا شدن تمدن. حالا ولش کن، اونو تمدن نداریم ما. حالا هم بی خود کلوف نکنید ما 2500 سال تمدنی چی نیستیم. نه، گندگوزی های بی خود نکنیم. الان این مشکل کرونا چیز وحشتناکیه. میدونی من دلم برای اون کودک کارو، اون زنای خیابونی و اون دستفروش و اینا میسوزه. چون این حکومت پوفیوز 41 سال نتونست یه سیستم درست کنه که از اینا حمایت بشه. الان اینا قرنطینه نمیتونن بکنن. چرا؟ چون جا ندارن. یارو میگه آقا بالا خونت، میگه من خونه ندارم. یارو قبل خوابه. بعد بدبختی ما همیشه هم همین بوده. شما ببین تو جنگ جهانی اولم موقعی که قحطی آمد و وبا آمد و همه به طور هم خود، ماشاءالله توریست انگلیسی توی شیراز بود اون مقطع، دهنش تاق مونده، میگه آقا حاکم فرمایان در رفت، مردم همجور گذاشت تو بلا رفت، خودش فقط نجات داد و خانواده‌ش. همون مقطع مردم از گرسنگی می‌مردن. چند میلیون میگن، حالا زیاد روی هم میکنن، بیش از میلیون، 1 میلیون از گرسنگی مردن. احمدشاه پادشاه ما انباراش پر گندم بوده، بعد ملت از گشنگی میمردن. اون از شاهش. از آخوندام یارو در عراق، حاج آقا محسن عراقی نوشته خروار خروار گندمش را قایم کرده بود، به دلا پهنا میفروخت. بهش میگفتن قیمت معمولی هم بدی نمیداد. اینا هم نفرات ما هستن. الان هم ما هیچ پشت و پناهی نداریم. به خاطر همینه که از پزشکای بدون مرز اینا آمدن، اینا نمیخوان ببینن. اینا میخوان مردم از بین ببرن. شما ببین اون بدبخت بچه کار تو زندگی چی دیده که حالا این کرونا نابودش هم بکنه. پوفیوز اون پولی که خرج فلسطین و کجا میکنید، خرج این مردم بدبخت خودتون بکنید. بعدم بابا ما دولت نداریم، این را نذارید اینا دیگه ادامه بده این کارشونا. اولا از جامعه جهانی بخوایم اونا بیان دست بگیرن، قرنطینه کنن کشورها، 4 تا چادر هم بزنن برای آدمایی که ندار و بدبختی که خونه ندارن، موقت تا اونجا زندگی کنن. ما اداره کردن مملکت بلد نیستیم. الان اگر شما به من بگی که آقا اینی که تا الان اداره شده مملکت بوده، شما فقط یه نگاه کن ببین در این 2500 سال ما کی زندگی داشتیم درست حسابی. این آمد تو سر اون زد، اون آمد تو سر اون زد، برای این نوکر شدیم، برای اون نوکر شدیم. در نوکری هم یکیم. هر الدنگ الان نگاه کن دیگه، این داخل مردی که یک قرون هیکلش میارزه، شعورش میارزه که اینجور ما نوکریش کنیم. خمینی اومد اینجوری وای میسه دست شما اومدن ماچ میگه. آخه اون آدم چی بود؟ شما تشت جنازه‌ش دیدی؟ 44 نفر کشته شدن تو تشت جنازه‌ش. مردم بدبختن. یعنی انقدر آدمای عجزه و تو سریخوری هستیم ما، عاشق ظالم و دیکتاتور هم میشیم. چنان تصمیم ازش صحبت میکنیم آقا یارو یک نگاه میکرد آدم میچاشید تو شلوار. خب این هنره؟ یارو میاد سپاه میاد دست، یارو بدبخت نهایت قورباغه میذاره میپره، بعد میگیرنش میبرنش. 2 روز دیگه میادش تلویزیون میگه آقا من گوه خوردم. بعد میگن قدرت رو ببین. خب ننماده تو هم بدن دست من، شما بدترین آخونده به دست من. یه هفته ببین من چه جور در بیارم کسی از دین و ایمان فوش خار مادر به محمد و علی حالش بده. اینا که هنر نیست. مملکت داری هنرش اینه که
مردمی در اون کشور زندگی میکنن در مقطعی که تو این دنیا هستن یه زندگی راحتی داشته باشن. ای تو اون روحتون که شما همون راه را انتخاب کردید که ما براش انقلاب کردیم که مردم یه ذره به نون و نوایی برسن، یه زندگی راحتی داشته باشن، وگرنه مشکل ما این نبود که چرا علم میخوره و رفسنجانی نمیخوره. نه، میگفتی بابا 4 تا آدم معمولی زندگی معمولی، تا حالا بعد شانسی ما تو اون طویله به دنیا اومدیم، به قول معروف این جبر جغرافیه و یخ ما رو گرفته. این زندگی نذاشتید برای 2 تا بدبخت اینجا که زندگی میکنن تو اون کشور یه زندگی درستی داشته باشن. این هم درآمد نفت و نمیدونم مس و گاز و این دیوسا، این همه چیز هم هست. یا اون میخورد یا شما میخورید. ای توفتون روح پدرتون باشه که یه زندگی آسوش برای نذاشتید. هر کی که آمد توی مملکت حکم فرمایی کرد یا دزد بود و یا قاتل مادر قهوهش، که شما مجموع این دوتاش هستید. آوایبود.com